من صدقه فطر امروز شورای علما پنجمی برآورده است. این حد اقل صدقه فطر است. محترم جماعت اسلام، صدقه فطر طبق احادیث از چند نوع غذا پیغمبر خدا مقرر کردن: آرد و گندم، جو، خرما، مویز. اگر فقرا از گندم و آرد گندم بدهند که پنسون باشد، که نیم ساعت است، که این نیم ساعت 1 کیلو و 900 گرم تقریبا 2 کیلو می شود. برای که 1 ساعت در فقه اسلامی وهبه زاهلی می بیارد، در مذهب حنفی 3 و 800 گرم است. 3 کیلو و 800 گرم از ساعت 3 کیلو و 800 است. از خرما 3 کیلو و 800 است. از مویز 3 کیلو و 800 است. پس اغنیا بایها باید از حساب خرما و مویز صدقه فطر دهند. اونها هم برابر کمبغال ها پنجمی صدقه فطر ندهند. فدیه هم همچنین. فدیه هم اغنیاها فدیه که برای مادر پیر و پدر پیر و برای هم نفر بستگان رنجور و بیماری که لاعلاج است دردش میخواد فدیه بدهد، از 5 و 10 شرم کنند. اونها که فدیه را بلندتر بدهند، با نرخی خرما و با نرخی مویز بدهند، تا اینکه برای مردم یک نفع شود، برای فقرای فایده شود.